همین مال کران گاو چند نفر قربانی در یک جای شده میتونن؟ از همه زیادش 7 نفر. خب از 7 سوال نفر من میشه، لیکن از 7 نفر زیاد نباشد. 7 عائله مقصد. سلامت باشید. ما 4 برادر یک گاو مقصد یک بقره گرفته قربانی کردنی میشه که همین پول یک جای خودمون در نام پدرمون گذشتگی خدا رحمتشون کنه در نام همون کسان قربانی کنیم و مقصد حیثی باید جدا کنیم مقصد جدا تقسیم کنیم. میشود که همین گاو وقتی که کشته شدیتون 4 به 7 به تقسیم میکنید، 7 حصه برابری. 4 حصهش شما میگیریتون، 3 حصهش از نام پدرتون میپرتویتون که پول 4 کس برابری میپرتویتون. مثلا یا اینکه خیلی یگون کس زیادتر پتا پول دارتون هیچ گپی نداره، یعنی که میتونید همون 3 حصه از نام پدر کنید. نه اگر 3 حصه از نام پدر نکنید، مثال یگون کس پولش کم باشد، فقط از همین 7 حصه یک حصهش پولش میرسه باشد، همونت یاد. آدمی که پولدار است اون 3 حصه آزاد است، یعنی میتونید یک حصهش پول رو از نام پدر کنید، میتونید همون 3 قسمه همش از نام پدر کنید. اینش در اختیار شما هست، میتونید. مقصد همین نباشم 7 نفر حساب کنیم و خب میشه که آدم زیادتر تا کم تا مقصد همون قسمی که 7 تقسیم میشه باید همون پول 7 تقسیمه تعداد مقصد است. بله بله، مثلا آدم میگه که من فقط اویلی خودم به داده میتونم، مثلا $700 باشد $100 میتیم. تمام یک آدم $200 میتید و 2 حصه میگیرد، خواهد همون 2 حصه خودش میگیرد، خواهد یک حصهش از نام پدر میکند و خیر میکنه مثلا.